حکمت دهم. از الله تعالی می ترسم. در دوره حضرت موسی عائله خیلی گرسنه می ماندند. دیگر علاج نمی یابند. مرد خانه ناعلاج به همسرش می گوید رو از کسی نان بطلب. زن به خانه تاجر می رود و می گوید در خانه فرزندهایم خیلی گرسنه ماندند. خواهش می کنم به من کمکی بکنید. تاجر: خواهشت اجرا می شود، اما خودت را بر من تسلیم می کنی. زن سخنی نگفته خانه تاجر را ترک می کند. در خانه فرزندها می گویند مادر جان از گرسنگی می میریم، به ما نان بده. زن دوباره خانه تاجر می رود و احوال فرزندها را می گوید. تاجر دوباره تکلیفش را به زن تکرار می کند. زن ناعلاج می ماند و راضی می شود. وقتی که زن به تاجر تنها می مانند، اعضای بدن زن به لرزه می درآید. تاجر می پرسد به تو چی شد؟ زن: از الله تعالی می ترسم. تاجر در جواب زن حیران می ماند و می گوید تو در این احوال هستی و باز از الله تعالی می ترسی. در اصل باید من بترسم. تاجر از فکر به ناموس زن دست دراز کردن بر می گردد. به زن خوراک‌های زیادی می دهد. زن به خانه بر می گردد. فرزندها همه شاد می شوند. الله تعالی به حضرت موسی وحی نازل می کند. به فلان شخص بگوی که گناهایش را عفو کردم. حضرت موسی تاجر را می یابد و می گوید میان الله و خودت کاری خیری مخفیانه عمل کرده ای. تاجر حادثه از سرگذرانیدن با زن بیچاره را نقل نمود. حضرت موسی فرمود از این خاطر الله تعالی تمام گناه های گذشته تو را بخشیده است. شرح: نباید از حالت درماندگی دیگران استفاده کرد و نفس خود را قانع گردانید. اگر نفست تو را به زناکاری تشویق کند، عائله دار بشو. اگر امکانی عائله دار شدن نداری، روزه بگیر. اگر در بیرون زنی به چشمت بیفتد و نفس تو را به هیجان درآورد، در حال به خانه‌ات برو و با همسرت همخوابه بشو. آنچه که دیگر زنها دارند در همسر خودت نیز موجود است.